با سلام خدمت دوستان گرامی. با ادامه ویدیو آموزش اکسل در خدمت شما هستیم. تا اینجا پیش رفتیم که ما یه سندی ساخته بودیم و اون رو ذخیره کرده بودیم با نام سند 1 و 2. شیت های متفاوتی رو درش ایجاد کرده بودیم. یه تنظیماتی مربوط به ذخیره سازی اتوماتیک و راستچین کردن شیت ها انجام دادیم روش و سلول ها و آدرس سلول ها رو معرفی کردیم. حالا اینجا میخوایم ببینیم که کاربرد این سلول ها چیه و ما چه استفاده هایی از اون میکنیم و اصلا چرا اکسل به صورت سلول در اومده. سلول شدن اکسل به این دلیله که ما به خاطر فرمول نویسی که از اکسل استفاده میکنیم به آدرس سلول ها بسیار احتیاج داریم و اینطوری هم نیستش که اگر یک سلول رو داخلش نوشتید نتونید بزرگ و کوچیک کنید. ببینید مثلا من زوم این رو بزرگ کنم که شما خوب ببینید. من در سلول اول می نویسم ردیف. در سلول دوم می نویسم نام. همینجور با دکمه های فلش سمت چپ سمت راست صفحه کلیدم دارم به سمت راست جابجا میشم. نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد. خب ما در این قسمت ردیف مثلا میخواد توش درج بشه 1 2 3، پس نیاز نداریم که انقدر عرض سلول زیاد باشه. در قسمت ستون ها ما عرض سلول ها رو کم میکنیم. ببینید اگه بخوایم به صورت دستی عرض سلول ها رو کم کنید، مکان نما یعنی موستون رو میذارید روی انتهای سلول، وقتی به شکل یک فلش مشکی شد اون رو به اندازه عرض نوشتتون کم میکنید. و همینجور برای نام نمیخوایم خیلی زیاد باشه، حالا نام خانوادگی یه مقدار زیاده، کد ملی هم همینطور. خب حالا اینکه نوشته های داخلش رو چطور پر کنیم. ببینید من الان برای ردیف میخوام بنویسم 1، همینجور بیام پایین 2 3. به نظر شما منطقیه؟ حالا اگه الان داده های کمی داشته باشیم منطقیه من رو 3 دیلیت میکنم، رو 2 انتخاب و دکمه دیلیت. ولی ما راحت ترین کار در اکسل، چون که اکسل اصلا برنامه است برای داده های اتوماتیک، فرمول نویسی، کاربرد آسان، ما عدد 1 رو می نویسیم و این رو همینجور درگ می کنیم به سمت پایین. این درگ کردنش خیلی مهمه. اینجا رو خوب نگاه کنید. من وقتی که خونه 1 رو انتخاب کردم، ببینید به این حالت میگن انتخاب، به این حالت میگفتن تایپ. وقتی این انتخاب مکان نما رو که ببرم گوشه سمت چپ پایین سلول به شکل یه به اضافه مشکیه، همین شکلی که هست، کلید سمت چپ موس رو نگه میدارم، ول نمی کنم و میکشم به سمت پایین تا اینجا. مثلا الان همه رو نوشت 1 1 1. این پنجره کوچیکی که اینجا باز شده نگاه کنین، کپی سل یعنی 1 1 1. اگر من اینو بکنم فیل سریز، ببینیم میشه 1 2 3 4 5 6 داده های افزایشی با 1 گام افزایش. حالا یه نفر سوال میکنه، مثلا میگه اگه من یه داده‌ای داشتم 1، یه داده‌ای داشتم 3، دنباله است دیگه، دوتا داره زیاد میشه. اگر خواستم این گام افزایش بینش رو حفظ کنم چی؟ اون وقت باید 2 داده که گام افزایش داره رو شما انتخاب کنید، به این صورت که 1 و 3 رو ببینید، 1 رو میذارم با 3 همزمان انتخاب میکنم. کادر ثبت یعنی انتخاب. دوباره میام رو درج اتوماتیک داده و این رو میکشم تا پایین. 1 2 تا بهش اضافه بشه میشه 3 3 2 تا اضافه بشه میشه 5 5 2 تا اضافه بشه 7 9 و این دنباله همینجور ادامه داره و خودش به صورت اتوماتیک میره رو فیل سریز. اگر من اینو بکنم کپی سل میشه 1 3 1 3 1 3. اگه این رو بکنم فیل سریز، ببینید به صورت گام افزایشی و همین گام من اینها رو دیلیت میکنم و همین گام کاهشی هم داره، مثلا 100 95 همجور میخوام کاهشی برم. اگر این 100 و 95 رو انتخاب کنم و بکشم تا پایین، 100 95 90 85 80 75
کاهشی میره گامم. این به خاطر درج اتوماتیک داده هاست. خب این که درج اتوماتیک داده، حالا یه نفر میگه من دوست دارم ردیف اعدادم همه دقیقاً در مرکز سلول بیفته و اینکه من صفحه کلیدم رو نگاه کنید فارسی بوده، چرا عدد انگلیسی افتاده؟ اینها به خاطر تنظیمات فونته. وقتی شما میخواید تنظیمات فونت رو انجام بدید، یه مثلث کوچیک بین اسم ستونها و شماره سطرها هست. این مثلث کوچیک که الان مکان نما روشه کلیک میکنم. بعد از اینجا میتونم فونت نوشته رو تغییر بدم، از اینجایی که نوشته فونت. از اینجا میتونم سایز نوشته رو تغییر بدم. از اینجا میتونم ضخیم کنم، مبرب کنم، زیرخطدار کنم. از این قسمت رنگش رو تغییر بدم و از این قسمت رنگ سلول بذارم. و اینجا هم خب میتونم کادر بکشم دور سلول. و این سطل رنگ و این رو من فقط روی سلول میرم، چون در اکسل هدف طراحی جدول‌های اتوماتیکه و با این دوتا جدول‌هایی که تولید میکنیم جدول‌های دستیه. حالا ما این کاربرد اینها رو میگیم، ولی در جدول دستی کلا در اکسل کم استفاده میشه. حالا با یک نکته‌ای که این عددها چرا انگلیسی هستن در صورتی که من صفحه کلیدم فارسیه. در اکسل اگر میخواید اعدادتون فارسی باشه حتما شما باید فونت فارسی انتخاب کنید. پس من یه فونت فارسی از اون مدل هایی که اولش بی داره، فونت هایی که اولش بی داره فونت های فارسی هستن و اگه شما فونت های فارسی دیگه ای رو هم میشناسید که باش کار کردید میتونید انتخاب کنید. اعداد رو ببینید فارسی شدن، چون فونت باید فونت فارسی باشه. حالا یه کادر دیگه و اندازه فونت ها مثلا میتونم کنم 10، کوچیکترش کنم، میتونم بزرگترش کنم 12، اینقدری باشه که به هر حال توی پرینت یه عدد قابل قبول باشه. معمولا 12 در فونت های فارسی اندازه قابل قبولیه. یک کادری دارم به اسم الاینمنت که در این کادر حتما ببینید وضعیت چیدمان نوشته رو در سلول مشخص میکنه. الان ردیف دقیقاً چسبیده به سمت راست سلول، نام چسبیده به سمت راست سلول. من با این بالا میام اینو وسط چین میکنم. این سلولا همه انتخابم و میام با این وسط چین میکنم. خب ببینید خیلی اتفاقی نیفتاد. چرا؟ چون سلول های ما خیلی بزرگ نیستن. ببینید من مثلا اگر بیام این ردیف رو خیلی از نظر ارتفاع بزرگش کنم، خب و بعد بیام نام رو نگاه کنید این ستا رو روش پیاده کنم، شما قشنگ میفهمید که این ستا چیدمان در عمود در ارتفاع سلوله. بره بالا سمت بالا، بیاد پایین سلول، بیاد وسط سلول. اینا چیدمان نسبت به مرکز هستن و مثلا من اگر الان همین سلول این رو بزنم، ببینید نام بالا وسط، نام وسط، ببینید نام پایین وسط، یعنی در ارتفاع و x. پس اینا رو میذاریم ما برای محور y و اینها رو میذاریم برای محور. اگر من پس بخوام کل نوشته هام وسط باشه باید اینها رو تغییر بدم. حالا این نام چرا تغییر نکرد؟ این نام ارزش باید با ارز بقیه برابر باشه. من ارز این سلولم رو ببینم چیه. روی شماره 2 راست کلیک میکنم، رو های 18. ارز این ستون هم، ارز این سطر هم برمیگردونم. همیشه باید رو شماره راست کلیک کنید، اجازه ندارید رو سلول ها راست کلیک کنید، رو شماره ردیفش. روهای این ببینید 36 شده، اینو تغییر میدم به 18 که مثل بقیه بشه. حالا اینم دقیقاً وسط چی میشه. و حالا اگه خواستید مثلا این سطر اولتون رو یه رنگ متفاوت بدید با بقیه سطرها، از این سطل رنگ استفاده میکنید. اگر من اینو الان پرینت بگیرم، ببینید چجور نوشته ای داریم. من اگر این رو الان پرینت بگیرم برای شما چنین حالتی داریم در نوشته. و خب ما نمیخوایم که این اتفاق بیفته. چرا؟ چون که ما میخوایم که این خطهای جدولمون دیده بشه. خطهای جدولمون دیده بشه در جدول وقتی میخوایم اتومات باشه و هر وقت به جدول اضافه کردیم خودش به صورت اتومات اضافه بشه، باید حتما از دستور منوی اینزرت و گزینه تیبل استفاده کنیم.
ولی به صورت دستی اگه بخواین جدولی رو اضافه کنید میتونید از این خطوط استفاده کنید. ببینید این خطوط میگه آل بوردر، یعنی تمام سلول ها همین قسمت هاشو برای من کادر بذار. مثلا من اگه این کل اینا تا 5 رو انتخاب کنم و این گزینه رو بزنم و بزنم آل بوردر، ببین تماما چی میشه برای من؟ کادر بندی میشه. و حالا اگر در منوی فایل پرینت این رو نگاه کنم، ببینید شما جدول بندی میبینید. خب حالا این چه تفاوتی داشت؟ ببینید من اگه یه روزی خواستم اینجا اضافه کنم ساعت ورود و خواستم اینجا اضافه کنم ساعت خروج، این جدول دیگه اینها رو برای من، این تنظیمات رو برای من نگه نمیداره، این زرد رو برای من نگه نمیداره، این کادربندی رو برای من نگه نمیداره. چرا؟ چون این جدول اتومات نیست، دستیه. پس من همیشه در اکسل چیکار میکنم؟ از حالت اتومات برای جدولم استفاده میکنم. پس من این کارهایی رو که کردم با کلید کنترل زد یا آندو اینها رو برمیگردم به حالت قبلی. و روش درست ایجاد جدول چیه؟ اینه که من این محدوده‌ای که تا الان ایجاد کردم، شما اگه محدوده رو ایجاد نمی کردید راحت تر بودید برای انتخاب جدول. یعنی اینا رو می گرفتم، من اینا رو دیلیت می کردم. خب حالا ببینید فقط دوتا رو می گیرم و در منوی اینسرت گزینه تیبل، آیا این تیک رو بزنم؟ بله حتما این تیک رو بزنید. علتش رو بهتون میگم. محدوده‌ام که گرفتید. اوکی. این شد یک جدول اتومات. میگه خب من رنگاشو دوست ندارم، رنگاشو تغییر میدیم. استایل داره، یه منوی باز میشه به اسم تیبل دیزاین و یه تیبل استایل داره که شما میتونید راحت تعریفش کنید. ولی نکته‌ای که میخوام بگم اینجاست، نگاه کنید. حالا این جدول ایجاد شد. اگر من بخوام بگم تاریخ، بگم ساعت ورود، ببینید خودش به جدول اضافه میشه. ساعت خروج، ببینید خودش به جدول اضافه میشه و دیگه نیاز نیست من هی اون فرمت رو تکرار کنم. اینجا یک رو میخوام اضافه کنم، یک رو میخوام چند سطر بهش اضافه کنم. ببینید یک رو میکشم تا اینجا، میخوام بهش اضافه کنم و فیلتریز کنم. باز این جدول برای من خودش گسترش پیدا کرد. پس تمام این نکات سرجم این هستش که شما باید حتما از جدول اتومات در اکسل استفاده کنید. برای کادر بندی، رنگ بندی و همه مواردش هم براتون توضیح خواهیم داد که چیکار کنید. برای اینکه این رنگ ها، این کادرهای وسط، چون الان نگاه کنید من فایل پرینت بگیرم در جدول من چه اتفاقی میفته؟ باز خط و خطوط ندارم، فقط رنگ دارم. یعنی اگر اینجا داده بنویسم بینش چیزی نیست. پس من میام چیکار میکنم؟ میام در همین جدول منوی تیبل دیزاین، ببینید من اصلا چیزی رو انتخاب نکردم، فقط سلول اول که توش نوشته ردیف. از قسمت تیبل استایل، یکی از این استایل هایی که دوست دارم، حالا اینا استایل های آماده است. ببینید مثلا اینا استایل آماده ایه که خودش رنگ و کادر داره. این استایلیه که فقط سرتیتر داره، کادر نداره. این استایلیه که سیاه‌سفید کادر. اینا استایل های آماده است. اگه شما از هیچ کدوم از خوشتون نمیاد، میایید گزینه نیو تیبل استایل رو میزنید. گزینه اولش هول تیبله، یعنی میگه کارهایی که میخوای برای کل جدول کنی از این فرمت انتخاب کن. گزینه بعدی میگه فرست کالم استریپ، کارهایی که میخوای فقط برای ستون اول انجام بدی. ببینید فقط برای ستون اول. سکند کالم استریپ، کارهایی که میخوای برای ستون دوم. ببینید برای ستون دوم. فرست رو استریپ، کارهایی که فقط میخوای برای سطر اول، اون سطر اول رو با این شماره 1 میشناسه. کارهایی که میخوای برای سطر دوم استریپ، سکند رو استریپ. و بعدش میگه لاست کالم، آخرین ستون یا ستون بعد. فرست کالم، اولین ستون، آخرین ستون. هدر رو معمولا سطر اول جدول هاست که این فلش ها روشه. اونجا یادتونه بهتون گفتم تیکو بذارید باشه، این فلش ها روش ایجاد میشه. اگر اون تیک رو اون موقعی که میخواین جدول رو اتومات کنید نذارید، خودش براتون چی میندازه؟
هدر انگلیسی میندازه. توتال رو یعنی کلیه سطر. اینو بکشید پایین، همینجور ادامه داره این ماجرا. در مورد این رو، این هدر شدن این، نگاه کنید. من یه کنترل زد میگیرم و جدول رو از حالت اتومات هم خارج میکنم. خب موقعی که میخواستم جدول ایجاد کنم، از منوی اینسرت تیبل، اگر این تیک رو بر میداشتم، نگاه کنید، هدرها رو خودش ایجاد میکرد. اینا دیگه میشن هدر، کالم 1 کالم 2. فقط نمیخوام این اتفاق بیفته و فیلتر هم روی این اتفاق بیفته. میخوام روی همون هدری که خودم برای جدول مشخص کردم این اتفاق بیفته. خب پس دقیقاً این تنظیمات رو روی همون انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی که ما حتما جدولمون رو، تیک رو هدر رو میذاریم. این تیک رو مای تیبل هست هدر رو میذاریم. من خودم در جدولم چی دارم؟ هدر دارم. این رو هم میکشم که اتومات بشه. خب حالا رسیدیم به استایل. اگر من میخوام نیو استایل کنم، چه چیزی رو برای کل جدول میخوام؟ کادر بندی. من برای کل جدول فقط کادر بندی میخوام، رنگ بندی نمیخوام. از قسمت فرمت میتونم فونت رو تغییر بدم، میتونم بوردر، میتونم فیل، رنگ زمینه. من فقط بوردر میخوام. کادر. چه کادری میخوام؟ کادری که کامل سلول های من رو انتخاب کنه. پس همه این خطا رو ببینید باید فعال کنید. یعنی یه سلول 4 طرفش کادر بگیره. اینجا خطش رو تنظیم میکنید، 2 خط باشه، 1 خط باشه و رنگ خط رو تغییر میدید. مثلا فرض کنید من میخوام سرمه‌ای پررنگ باشه. پس فقط بوردر رو برای کل جدول تغییر دادم. رنگ زمینه و فونت رو دست نزدم برای کل جدول. البته که میتونستید برای کل جدول فونت رو هم تغییر بدید. حالا یا تنظیم، این فونت رو که نمیتونیم تغییر بدیم، این چیزی که بسته است نمیتونی تغییر بدی، ولی مثلا میتونی بولدش کنی، میتونی رنگ نوشته ها رو برای کل جدول عوض کنی، ولی برای کل جدول این خوب نیست. پس تنظیمات فونت رو انجام نمیدم. اوکی. این پنجره هول تیبلش ببینید فعال شد. حالا میام برای ردیف اول. برای ردیف اول هدر رو، فرمت رو میزنم. برای ردیف اول من چی میخوام؟ هم رنگ نوشته رو میخوام تغییر بدم، هم پس زمینه. پس زمینم رو میکنم آبی، مثلا حالا روشن. در آبی روشن ببینید اینجا، پس در فیل رنگ زمینه میدم. میتونم الگو هم بدم و رنگ الگو هم بدم. الگو یعنی چی؟ مثلا یه خطوط این شکلی مورب بندازم، رنگ مثلا زرد بهشون بدم، ببینید تو آبی زرد بشه. ولی یادتون باشه که این چشم اذیت میکنه. پس اینو اتومات میذارم، هر دوتاشون رو اتومات میذارم، چیزی انتخاب نمیکنم. اگرم رنگ نمیخواستید نو کالر، ولی من فعلا رنگ میخوام برای هدر آبی روشن. فونتش هم اینجا استثناء رنگش رو میخوام حتما مشکی بشه و بولد بشه. درست شد؟ پس اینم از فونت براش تنظیم میکنم و اوکی. حالا هدر رو هم تنظیم شد. این پنجره رو اوکی میکنم. خب الان میگه خب چرا اعمال نشد؟ خب حالا من جدول رو انتخاب میکنم، میام اینجا و این استایلی که در کاستوم ساختم رو اعمال میکنم. میبینید استایل من اومد بالا و در قسمت کاستوم. پس این هم از دادن استایل. و از این به بعد من هر چی بنویسم، مثلا بنویسم ساعت ورود، ساعت خروج، همینجور خودش به صورت اتومات به جدول من اضافه میشه و تغییرات انجام میشه. خب به دلیل که حجم ویدیو زیاد نشه، ما سایر موارد رو در جلسه بعد توضیح میدیم. هنوز خیلی از این ابزار مونده. حتما ادامه این ویدیو رو دنبال کنید و اگر نظری هم دارید برای ما بنویسید. لایک یادتون نره، ما رو هم به دوستاتون معرفی کنید.